الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاعت امروز انشاءالله درباره شفاعت خواهیم گپ زد. شفاعت از کی پذیرفته می شود و برای کی؟ الله سبحانه و تعالی در چندین موضع کتاب خود شفاعت را ذکر نموده است. این چنین خبر داده است که شفاعت تنها ملک اوست و هیچ کس در آن دخل ندارد. الله میگوید در سوره زمر: قل لله الشفاعة جمیعا. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم شفاعت به تمام از آن خداوند است، اما در رابطه با کی و وقت صدور آن الله خبر داده که تنها پس از اجازت او می باشد. الله میگوید در سوره بقره: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست آن کسی که نزد او شفاعت تواند کردن مگر با اذن او؟ اینچنین همه شفاعت ها با اذن الله سبحانه و تعالی می شود. الله در دیگر جای قرآن خبر داده میگوید: و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. چقدر فرشتگان در آسمان هاست که شفاعتی آنان هیچ نفعی نمی بخشد مگر پس از آن که الله برای کسی می خواهد اجازت فرماید و رضایت بدهد. سوره نجم. برادران و خواهران، اکنون بدانیم که برای کی الله اجازت می دهد که شفاعت کند. الله خبر داده می گوید: یومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن اذن له الرحمن و رضی له قولا. سوره طه. الله در این آیت می گوید آن روز شفاعت نفع نیاورد مگر کسی که پروردگار او را اجازت دهد و گفتار او را بپسندد. الله سبحانه و تعالی تنها اهل توحید و با اخلاصان اجازه شفاعت کردن می دهد، اما برای دیگران که از غیر توحید نیستند به آنها اجازه شفاعت نمی دهد. در قرآن خبر داده می گوید: ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. سوره غافر به. و ظالمان و گناهگاران هیچ برای آنها شفاعت یا فرمان نخواهد بود. برادران و خواهران، اینچنین الله میگوید: فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. ما را نه شفاعت کننده و نه یاری دهنده باشد و نه دوست نزدیک. این آیت در حق آن ظالمان و آن کسانی که گناهکار میکنند و آن کسانی که غیر توحید هستند نازل شده است که برای آنها یگان شفاعت اجازت نمی شود، بلکه آنها در خسرانی هستند. در حق شفاعت چقدر سخن کنیم کم است. آیات ها زیاد هستند در این باره، اما شفاعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله سبحانه و تعالی اجازت می دهد ان شاء الله در درس آینده شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.